من همیشه رو منبر گفتم، دیشبم گفتم، قم تو سخنرانیم گفتم، تا فقط چرا شهید میبرید وسط دانشگاه دفن میکنید؟ خیلی کار خوبی میکنید. اجازه بدید شهدا تو دانشگاه هم باشن، تو پارکا دفن میکنید، دمتون گرم. مردم میرن پارک، برن تفریح بکنن، اما گناه و معصیت بگو. خب نمیشه 4 تا شهیدم وسط مجلس شورای اسلامی دفن کنید؟ نمیشه 4 تا شهید گمنامم وسط هیئت دولت دفن کنید؟ کابینه دولت که رئیس جمهور وقتی میاد بشینه پشت میز شهید جلوش باشه خجالت بکشه، وزرا خجالت بکشن، مسئولین خجالت بکشن؟ نمیشه. فقط برای ما ملت باید شهید یادمون نره. ما ملت هیچ وقت شهدا رو فراموش بگو. ملت که پا انقلاب